آقا بیرون هوا سرده، زمین پر برفه، جای تمرینم ندارم. اگرم داشته باشم 1 ساعت بعد برم تا برسم به مکان تمرینم و کلی وقتم گرفته میشه چون که فردا امتحان دارم. پس چطور تمرین کنم؟ چیکار کنم تو این شرایط؟ بهترین کار تمرین در خونه و فضای خیلی کوچیک مثل اتاقه. چه تمریناتی انجام بدیم؟ تا آخر این ویدیو همراه من باش، ویدیو رو لایک کن و بزن بریم سراغ یک تمرین لمس توپ خیلی خفن. خب بچه برای شروع تمرینمون حتما باید گرم کنیم. یه مقدار شروع میکنیم درجا زدن، به این صورت حرکت رو انجام میدیم، به حرارت بدنمون رو میبریم بالا. یه ریتمی مورد علاقه خودم رو انجام میدم، یه دونه بالا یه دونه بیرون، یه دونه چرخش به بیرون چرخش به داخل، همین کارو تکرار. این ریتمی که درجه فوق‌العاده توی خونه و مورد علاقه است. خب حالا بعد از اینکه یه مقدار گرم شدیم، تمرین اولمون رو شروع میکنیم با حرکت روپایی. بچه‌ها روپایی مهمترین تمرین و الان بهترین فرصته که توی خونه یه بار برای همیشه روپایی رو مسلط بشید بهش. تمرین رو شروع میکنیم به این صورت روپایی زدن. بین 20 تا 26 30 میتونید شما روپایی بزنید. این تمرین اولمون لول اول هستش. حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، لول دوم تمرین اولمون شروع میکنیم. 2 تا راست 2 تا چپ، 2 تا راست 2 تا چپ، 2 تا راست 2 تا چپ. این تمرین رو هم انجام میدیم که فوق العاده است. لول سوم روپایی ما شروع میکنیم. 1 2 3 تا راست، 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. این تمرین لول سوممون. حالا لول چهارم تمرین اولمون که مربوط میشه به روپایی ما شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24. فوق العاده عصب عضله ما رو تقویت میکنه و کمک میکنه پاچپمون هم تقویت بشه. حالا لول پنجم تمرین اول ما شروع میکنیم با زانومون به توپ ضربه میزنیم. 1 2 حداقل میگم 20 تا شما باید بتونید که بزنید و یه جا وایسید. دوباره 3 4 5 7 8 10 11 12 14. فوق العاده است این تمرین هم بچه‌ها. حالا لول 6 ما شروع میکنیم، یعنی تمرین آخر روپاییمون. این حرکت رو میگیم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. اینم از لول 6. و اما این شد تمرین اول ما. کاملا گرم شدیم. یک بار دیگه میتونید یک کششی ریز برید و بریم سراغ دیگه تمرینات لمس توپ و تمرین دوممون. حالا در تمرین دوم بچه‌ها من شروع میکنم یه پا دو پای ریز زدن. ببین چقدر 30 ثانیه. این تمرین شما یک ست انجام بدید کافیه. تمرین سوممون دقیقاً همون تمرین قبلیه، با این تفاوت که سعی میکنیم سر بالاتر باشیم و زاویه دیدمون جلو باشه نه پایین. اینجا رو نگاه کنیم و اینجا ببین. اونم بچه‌ها ما میریم 3 ست 30 ثانیه انجام میدیم و میریم سراغ تمرین بعدی. و اما تمرین چهارممون همچنان یه پا دو پاس، با این تفاوت که دیگه ریز نمیزنیم، میخوایم توپ رو بکشیم. یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10
حالا فضات بزرگتر باشه خیلی میتونی راحت‌ترین و بهترین تمرین انجام بدی. یعنی قشنگ بیاری و توپ رو بکشی به کنار. فضات بزرگتر باشه خیلی هم بهتره. ببین حالا من تو همین یه ذره فضام دارم تمرین میکنم بدون اینکه بهونه بیارم. این هم از این بچه‌ها. چقدر میخوایم انجامش بدیم؟ 3 ست 10 تایی کافیه. و اما میرسیم به تمرین پنجممون بچه‌ها. همینطور که میبینید فرش ما اینجا موکتمون یه دونه حالا طرح قالیش جوریه که یه وی داره، یه 7 فارسی داره. حالا من شروع میکنم روی این هفته این کار رو انجام دادن. کف روی پا، کف روی پا. این کار رو ببین 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 میخوایم انجام بدیم. 20 که انجام داده شد یک ست. 30 ثانیه استراحت میکنیم و این تمرین رو 3 ست انجامش میدی. اما تمرین بعدی ما شروع میکنیم دقیقا روی همون 7 حرکت کشویی رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. این تمرین رو بچه‌ها شما 3 ست 15 تا انجام بدید کافیه. این نکته هم بهتون بگم بچه‌ها که حالا من چون که خب کفش مقصد تمرین توی خونه نداشتم پاورانه تمرین میکنم. اما اگر شما کفش تمیز دارید میتونید به کفش تمرین کنید، خیلی بهتره. یا حتی اگر مثلا پارکینگ داشتید میتونید تمرینات رو تو پارکینگ خونه‌تون با کفش انجام بدید. و اینم که توپ فوق‌العاده پریمیر لیگ هستش، واقعا بهترین توپه. میتونید از طریق سایتمون یا اکانت پشتیبانی پیام بدید و این توپ خوشگل رو تهیه کنید. و اما تمرین بعدیمون ما شروع میکنیم یه ترکیب خیلی خوشگل رو داشته باشیم. یعنی چه ترکیبی؟ یه پا 2 پا کشویی میای کف پا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا که با پای راست انجام دادیم فرش رو درست میکنیم. حالا همین تمرین رو با پای چپ به این صورت 10 تا انجام میدیم بچه‌ها. فوق العاده است این تمرین. اینم انجام دادیم میشه چقدر؟ میشه 2 ست ما یه راست رفتیم یه چپ، دوباره تکرار یه راست یه چپ، یعنی در کل 4 ست این تمرین رو بعد انجام بدیم. و اما برای تمرین بعدیمون بچه‌ها ما روی یک ریتمی این حرکتی که بهتون میگم رو انجام میدیم. یعنی میاری 1 این اینجا یه دونه پشت، می اینجا 2 3 4 با جامپ 5 6 7 8 9 10. این تمرین رو میایم خیلی راحت 3 ست 10 تایی انجام میدیم و میریم سراغ تمرین بعدیمون. و اما در تمرین بعدیمون ما میایم توپ رو با کفا میکشیم به بغل، 2 تا تاچ بغل میزنیم میاریم اینور. این کاری میایم حالا با سرعت انجامش میدیم. اگر فضا داشته باشی میتونی بیشتر هم توپ رو بکشی. یعنی من بیام ببین خیلی کارت راحت‌تر و بهتر میشه. بخوای توپ رو اینجوری اگر فضا داشته باشی بکشید شما. این تمرین هم میری 3 ست 12 تایی انجامش میدی و میریم سراغ تمرین بعدی. و اما برای تمرین بعدی بچه‌ها ما میایم تاچ‌های بیرون و داخل پامون رو تقویت میکنیم. چطوری؟ ببین بیرون داخل، بیرون داخل، بیرون داخل، بیرون داخل. این کار رو با سرعت بیشتری انجام میدیم. اینجا حالا فضا من خیلی تنگه، واقعا سخته. اینجوری بهتر میشه. ببین توپ یعنی کاری میکنم باید مثل آهنربا به چسب به باد. این تمرین هم میاییم 3 ست 20 تایی انجامش میدیم و میایم سراغ تمرین بعدی. در تمرین بعد بچه‌ها ما تک پا این کار رو انجام میدیم. یعنی فقط با یک پا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بلافاصله میاری پا چپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این میشه چقدر میشه یک ست ما بچه‌ها؟
این تمرین هم 3 ست 10 تایی انجام میدیم و میایم تمرین بعدی. راستی رفقا، اسپانسر ما در این ویدیو فروشگاه ورزشی 7 اسپورت هستش. هر کیتیو که بخواید، کیت باشگاهی، کیت ملی، کیت کانسپت، کیت فوق العاده جذاب که خودم هم ازشون تهیه میکنم، میتونید شما هم ازشون تهیه کنید. آدرس سایت و پیج اینستاگرام 7 اسپورت رو میذارم. خلاصه تمام کیتا و تیشرت فوتبالی رو دارن، با خیال راحت میتونید ازشون خرید کنید. و اما در حرکت بعدی من میام دقیقاً تمرین قبلی انجام میدم، با این تفاوت که یه راست میرم یه چپ میرم و یک مثلث میخوام درست کنم. چطوری؟ ببین 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ببین 5 6 7 8 9 10. نکته وجود داره، این هم 3 ست 10 تایی میخوایم انجام بدیم، ولی نکته داره. نکتهش چیه؟ آقا من وقتی این آوردم اینجا وقتی توپو میبردم جلو سرم باید بیارم بالا. ببین 1 2 3 1 2 3 1. ببین 2 3 1 2 3 1 2. سر بالا میکشی عقب، 1 2 سر بالا میکشی عقب. ببین سر بالا رو حتما داشته باش. اما تمرین بعدی حرکت پا عوض کردن و بدن گذاشتن هستش. میخوام بهتون بگم بچه‌ها، یعنی چطور؟ یعنی پاریز میزنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این تمرین رو هم بچه 3 ست 10 تایی به داخل میخوایم انجامش بدیم و بریم سراغ قول مرحله آخر امروزمون. اما این تمرین نکته بهتون بگم بچه، زمانی که مثلا حریف پشت سر داره باهاتون میاد، ببین یه بدن بذاری به چرخی دیگه رفت نون بگیره. اوکی؟ پس این تمرین هم واسه اونجا انجام میدیم که اونجا بتونی این حرکت رو بزنی. حالا میرسیم به تمرین آخرمون. تمرین آخر ازت میخوام گرم موو بزنی. من چیزی بهت نمیگم، خودت باید بزنی. گرم موو یعنی حرکات زمینی. گرم موو یعنی یک پازل که مجموعی از چندین حرکته. یادته بهت تمرین دادم، بهت گفتم یه پا دو پا میزنی، بعد کشویی میزنی، بعد پاتو میاری عقب. این مثلا یه گرم موو خیلی ساده بود. حالا تو دوره ستاره شو پلاسمون، دوره تکنیک های فردیمون بچه‌ها، بیش از 100 جلسه تمرین هستش. واقعا پشتیبانیش با خودمه و دوره بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای هستش. هم از طریق تلگرام میتونید این دوره رو داشته باشید، هم از طریق DVD و هم از طریق سایتمون ثبت نامش کنید. توی این دوره من کلی گرم خودم بهتون دادم که انجام بدید از مجموع چندین حرکتی که توی این ویدیو دارید میبینید. هنرجوی دوره آنلاینمون، دوره ستاره شو، در این حرکات گرم رو با چه سرعت و استایل خوبی انجام میدن. حالا من ازت میخوام شما خودت فکر کنی از مجموع حرکاتی که امروز بهت گفتم در پایان امروز یک گرمو و یه پازل تمرینی خوشگل بسازی برای من بفرستی. برای مثال بیا پا دو پا بزن، کشویی بزن، یه بدن بذار، اینو بیار بیرون، اینو بیار اینجا، کف بکش عقب، یه پا دو پا با چپ بزن، دوباره مثلا بیا این حرکتو بزن. ببین ازت میخوام خودت یک پازل تمرینی خیلی جذاب و فوق‌العاده بسازی و فیلمشو به این اکانت من، پیوی شخصی من بفرستی. من نگاه میکنم و با شما روشکار میکنم کاملا رایگان و دلی. حالا اگر نقطه ضعفی داشته باشی بهت میگم و از همه مهمتر اگر خوشم بیاد در ویدیوت ترکیب و اون پازل تمرین که برای من فرستادی خوب و جذاب باشه و راضی باشم ازت، یه تخفیف ویژه برای دوره ستاره شو پلاس و یک تخفیف ویژه برای خرید توپ به شما میدم. دیگه چی میخوای؟ یه تخفیف خیلی ویژه هم برات میدم که هر کدوم از دوره‌مون رو خواستی تهیه کنی یا توپ خواستی تهیه کنی با تخفیف بسیار ویژه بگیرید شما. اینم از این. منتظر ارسال پازل تمرین خوشگلت هستم. این ویدیو رو هم حتما لایک کن. خیلی نامردیه، من خیس عرق شدم اینجا تو خونه. واقعا نامردی اگر تا اینجا ویدیو همراه من بودی ولی همینطور بذاری بدون کامنت و لایک بذاری و بری. پس ازت انتظار دارم که حتما یه لایکی بکنی این ویدیو رو و نظرتم توی کامنت ها به ما بگی. خیلی دوستتون دارم رفقا.
پیج اینستاگرام منم فالو داشته باشید. هر روز کلی آموزش خفن اونجا میذارم و تو تلگراممونم کلی آموزش جذاب دیگه اونجا ما داریم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تمرین کنید، حسابی موفق باشید و بدرخشید. تا ویدیو بعدی، فعلا.